همون روزهای اولی که انسان روی زمین زندگی میکرد، جنگ بخشی از سرگذشت ما بوده. شاید بپرسید چرا؟ مگه نمیشد همه در صلح و آرامش زندگی کنن؟ من کویزو هستم و قرار جواب سوالهایی رو پیدا کنیم که همیشه ذهنمون رو درگیر کردن. در دوران اولیه زندگی خیلی سخت بود. غذا کم بود، حیوانات وحشی خطرناک بودن و منابع مثل آب و سرپناه محدود. وقتی دو گروه انسانی به یک منبع می رسیدن، گاهی چاره‌ای جز درگیری نداشتند. برای اونها جنگ به معنای مرگ یا زندگی بود. یه جور ابزار برای زنده موندن. اما وقتی تمدن‌ها شکل گرفتن و شهرها ساخته شدن، داستان تغییر کرد. دیگه فقط بحث شکار یا آب نبود. حالا پادشاهان و امپراتورها دنبال گسترش قلمرو و قدرت بیشتر بودند. جنگ‌ها برای تصرف زمین‌های حاصلخیز، جاده‌های تجاری یا معادن ارزشمند شروع می‌شدند. مثل جنگ‌های بین امپراتوری روم و همسایگانش. با گذر زمان، باورها هم به میدان جنگ اضافه شدند. در قرون وسطا، جنگ‌های صلیبی نمونه‌ای بودند از اینکه چطور دین و ایدئولوژی میتونستن ملت‌ها رو وارد نبرد کنن. بعدها در دوران مدرن، جنگ‌ها رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک پیدا کردند. مثل جنگ جهانی دوم که ترکیبی از قدرت طلبی، ایدئولوژی و رقابت اقتصادی بود. اما چرا انسان اصلاً دست به جنگ میزنه؟ روانشناسان و جامعه شناسان میگن در ذات ما دو نیروی بزرگ وجود داره، همکاری و رقابت. ما برای بقا نیاز به همکاری داریم، اما برای پیشرفت و برتری هم رقابت میکنیم. وقتی این رقابت کنترل نشده بشه و با ترس، خشم یا طمع ترکیب بشه، نتیجهش اغلب جنگه. یه مثال ساده امروزیش، وقتی دو کشور احساس میکنن منابع انرژی یا امنیتشون در خطره، ممکنه درگیری به وجود بیاد. گاهی این درگیری ها به جنگ واقعی تبدیل میشن، اما همیشه همه چیز در خشونت خلاصه نمیشه، چون بشر همزمان میل به صلح و همزیستی هم داره. در دنیای امروز جنگ ها فقط به میدان نبرد محدود نمیشن. حالا ما شاهد جنگ های اقتصادی، جنگ های سایبری و حتی جنگ های رسانه‌ای هستیم. کشورها تلاش میکنن بدون خونریزی ولی با ابزارهای مدرن بر دیگری غلبه کنن. این نشون میده شکل جنگ عوض شده، اما ریشه هاش هنوز همون چیزهای قدیمیه: قدرت، منابع، باورها و ترسها. پس چرا آدمها با هم می جنگن؟ جواب ساده است: چون در طول تاریخ جنگ گاهی تنها راهی بوده که بشر میشناخته تا بقا، قدرت یا باورهاش رو حفظ کنه. اما همزمان تاریخ پر از تلاش‌هایی برای صلح هم بوده، از قراردادها و معاهدات گرفته تا رهبرانی که برای پایان دادن به جنگ‌ها تلاش کردند. شاید راز آینده این باشه که ما بالاخره یاد بگیریم رقابت رو بدون جنگ مدیریت کنیم. اینکه بفهمیم همزیستی و همکاری خیلی بیشتر از جنگ میتونه به بقای ما کمک کنه. اگه این موضوع برات جالب بود، کانال رو سابسکرایب کن، لایک کن، زنگوله رو بزن و برای دوستات هم بفرست و نظرت رو برام کامنت کن. تا سوال و جواب بعدی، زندگیت پر از صلح، درک متقابل و آرامش باشه.